بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله. امروز قصد داریم در مورد ماه شعبان، جایگاه آن در اسلام و روایت صحیح بخاری صحبت کنیم خواهرم. پس بدان ای خواهرم که ماه شعبان در اسلام چه جایگاهی دارد. ماه شعبان هشتمین ماه هجری قمری است و در نزد مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه این ماه ماهی است که به طور مستقیم به عنوان ماه عبادت و روزه مشخص نمی شود، اما در آن اعمال خاص و فضیلت‌های زیادی نیز وجود دارد و همچنین در قرآن کریم هیچ آیه خاص در مورد ماه شعبان ذکر نشده است، اما در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم و در کتاب های معتبر حدیثی درباره این ماه صحبت شده است. از جمله صحیح بخاری و مسلم از اسامه بن زید رضی الله عنهما روایت است که فرمودند: گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من آنچنان که دیدم در ماه شعبان روزه میگیرید ندیدم که در ماه‌های دیگر روزه بگیرید. فرمودند: شعبان ماهی است که در بین رجب و رمضان واقع شده است و مردم از آن غافل می شوند. شعبان ماهی است که در آن اعمال انسان به سوی پروردگار جهانیان بالا برده می شود. من دوست دارم که عمل من در حالت روزه بالا برود. و دیگر این که شیخین بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم الصوم فليصم. حدیث بخاری حدیث 1014 و مسلم حدیث 1082. هیچ کس از شما نباید یک یا 2 روز قبل از رمضان روزه بگیرد مگر کسی که موقیت بر روزه گرفتن باشد. به عنوان مثال روزهای دوشنبه و پنجشنبه بوده است چنین شخص روزه بگیرد. و نیز ابو داود، ترمذی و ابن ماجه از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ابو داود حدیث 3237 و ترمذی حدیث 1651 و ابن ماجه 738. هرگاه ماه شعبان به نصف رسید دیگر روزه نگیرید. و باز ترمذی و نسائی از عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت کردند که گفت: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم. ترمذی حدیث 682 و نسائی حدیث 2188. فضیلت ماه شعبان در روایت صحیح بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ماه شعبان می‌فرمایند: شعبان ماهی است که مردم از آن غافل هستند که بین رجب و رمضان قرار دارد و من دوست دارم که اعمالم در زمانی که من در حال روزه هستم به خداوند عرضه شود. حدیث صحیح بخاری. این حدیث نشان دهنده اهمیت ماه شعبان و روزه در این ماه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این نکته اشاره می کنند: این ماه فرصت خوب برای تمرین روزه قبل از ماه رمضان است. یعنی ماه شعبان ماه تمرین بر ماه خداست. ماه شعبان زمان مناسب برای توبه، استغفار و آمادگی روحی برای استقبال از رمضان است. در این ماه باید به طور خاص به یاد آوری و توفیق‌های خداوند و استغفار از گناهان گذشته می‌پردازیم. همچنین این ماه فرصت خوب برای انجام اعمال نیکوست مانند نماز شب، صدقه و دعا. و همچنان از عایشه رضی الله عنهما روایت است: ما رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم استكمل الصيام شهر قط الى شهر رمضان وما رأيت في شهر اكثر منه صيام في شعبان. متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندیدم که ماه را کامل روزه بگیرد مگر ماه رمضان و او را ندیدم که هیچ یک از ماه‌ها را به اندازه ماه شعبان روزه بگیرد.
اما موضوع خیلی مهمی را که باید بدانیم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در چند حدیث صحیح ما را از روزه گرفتن روزهای پایانی ماه شعبان، یوم الشک یا یکی 2 روز آخر و یا نصف آخر ماه شعبان نهی کرده است، مگر برای چند گروه روزه‌داران، کسانی که عادت به گرفتن روزه دارند، یعنی کسانی که روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگیرند، و گروه دوم کسانی که نصف اول و دوم ماه شعبان را به هم وصل کنند. پس بدان ای خواهرم، چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند بیشتر مردم از این ماه غافلند، پس نباید از غافلین باشیم.